وقتی من از جام خستم با فرمان اونها که یکی از اونها دستی مرا شکست. امام حسین بالتایف دانشجوی سال اولی دانشکده معماری مسکو است. او میگوید کارمندان پلیس روس روزی 15 اپریل دستش را شکستند و تا بیهوش شدن لطوکوبش کردند. حالا در شعبه شکسته‌بندی یک بیمارخانه مسکو منتظر جراحی است. مرا با همین دست شکسته به بیرون بردن و بعدا پاسپورتم رو نشان دادم. اونها پاسپورت مرا با خود گرفتن. بعدا به ماشین شوندن و به نزد اتلینی بردن و در اونجا در رویم و در سرم بسیار زدم. الکی هوشم نمانده بود. قریب غلطیده بودم در داخل اتلینی. بعدی کدام گوهی скорый آمد و ما رو از آنجا برد. Вот, ребят, как поступили сотрудники полиции. پلیس زمانی به سراغ امام حسینی 24 ساله رفته است که او با مأمور بینای خوابگاه محل زیستش بحث کرده است. امام حسین میگوید مأمور خوابگاه برای بلند حرف زدن در تلفن تحقیرش کرد و او این زن را ملتگرا نامید. آن زنک سر کرد با سخنهای قبیح خود به مثل چورکا و دیگهش من در خانه هم زندگی میکنم و تو باشی در خانه نیستی، حالا پلیسیا را زنگ میزنم و تو اخراج میکنم از اینجا و بسیار هم اغراجت های زیاده کرد. من در خانه در آمدم، لباسای هم رو جمع کردم که از آنجا روم، اما پلیسیا آمده در این حال. پلیس های ناحیه تیاپلیستانی مسکو به زنگ های ما پاسخ ندادند. مأمور خوابگاه گفت دانشجوی تاجیک قاعده زیست در خوابگاه را رعایت نکرد ولی او را برای تاجیک بودنش تحقیر نکرده است. در دفتر مطبوعات سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند از قضیه مذکور آگاه بوده به دانشجو مشورت حقوقی میرسانند. من اجازه ندادن که بخوانم در اونجا چی نوشته است و من از جا امام حسین تصمیم دارد از رفتار مأموران پلیس شکایت کند. و هر حال حرکت کردن در کار، ولی متاسفانه خیلی قسمی کمی اینها تا به اخیر میروند، یعنی که دادگاه بازی میکنند، چون که خیلی وقت زیاد میگیرد و مبلغ هم صرف میشود. به این خاطر قسمی زیاد از اون مبلغی که به خودی وکیل میتین یعنی ادوکات، از این خاطر از این کار دست میکشند. دست امام حسین از آرین شکسته است و پزشکان گفتند باید با جراحی استخوان‌های شکسته را درست کنند. پزشکان او را به جراحی آماده میکنند ولی او بیشتر از برخورد من بعده پلیس نگران است.